рафиқон, доктор Ораш Олои меҳмони мо аст ва дар бораи бемории коронавирус ин замон бо мутахассис ҳарф мезанем. Доктор, бори дигар хуш омадед. мисол меорем, як нафар гирифтори маризии қанд аст, диабет дорад ва бо COVID-19 гирифтор мешавад. чӣ бояд بکند؟ خیلی نکته مهمیه. شخصانی که دیابت قندی دارند و یا بیماری های مزمن دیگر در معرض خطر شدید شدن بیماری بیشتر از سایر اهالی هستند. به این سبب باید تحت مراقبت ویژه باشند و داروهایی که برای قند مصرف میکنند با نظر پزشک مربوطه زیادتر شود از معمولی که پیشترک استفاده میکرد. یعنی زیادتر باید معیار این داروها زیادتر باشد. نسبت به اندازه‌ای که قند بالا میرود باید این درمان هم بیشتر و آنهایی که گرفتاری بیماری قندند، دیابت خون دارند، آنها بعد از رها شدن از چنگ کووید باید چی کار بکنند؟ کماکان باید تبابت را دوام دهند. تبابت آنها ویژه است، تبابت خاص است در قیاس با آنهایی که دیابت قند ندارند. تبابتشان از لحاظ، ببینید، از لحاظ کووید 19، خود کووید 19 هیچ گونه تبابت اختصاصی برای کووید 19 وجود ندارد، ولی شخصانی که قند دارن یا دیابت دارن و کووید میگیرن، اگر میزان قندشان بالا رفت باید تبابتی که میگرفتن افزایش پیدا کند، 6 ماه بعد تحت نظر بمانند. اگر قند برگشت به سابق، مقدار داروها رو کم کنند. اگر بالا ماند، کماکان با دوز اولیه مقدار بیشتر دوام دهند تبابت را. حتما باید شنوندگان عزیزی که دیابت دارن توجه کنند که باید تحت نظر بمانند برای مدت 6 ماه و تبابت را دوام دهند. تبابت یک عمر است برای کسانی که دیابت دارند. یک سوال جدید پیشنهاد شده است از جانب میچگان. یکی از شنونده های ما میچگان: روز بخیر، خیلی خوشحال هستیم که امروز جناب آرش به استودیو آزیا پلوس تشریف آوردند. واقعا هم بیماری کووید 19 بیماری ویروسی هست و در بین مردم پهن گشته، همه رو به تشویش آورده است. آقای آرش، بگویید که فرقیت کووید 19 از کووید 8، کووید 33، کووید 63 در چی می باشد؟ راههای پیشگیری و تبابت یک خیلی هستند یا گوناگون؟ با شما یک جوان تشکر، تنصیحات خانواده باشید. دکتر، این کووید لعنتی 33 و 63 هر گونه است مگر؟ درود بر مژگان گرامی برای سوال مهمی که انجام دادند. مژگان گرامی، توجه داشته باشید، سبب اینکه کووید 19 نام گرفت به خاطر اینکه در سال 2019 بود. ما کووید 33 و کووید 8 و اینها رو نداریم. به نظرم شما منظورت این بودد نمودهای جهش یافته یا موتاسیون کرده ویروس سارس. بله، ویروس سارس. ببینید، ویروس عامل بیماری کووید 19 ویروس کرونا بوده است. از 1963 او را میشناسیم. سبب زکام‌های فصلی میشده است تا سال 2002 که یکم بیماری سارس یکم را گرفت و آن باعث فوت شد. ویروس هایی مانند کووید جایی نگران کننده می شوند که موتاسیون یا جهشی پیدا می کنند که مرگ آفرین باشد، که این یکم بار در آن سال بود. 10 سال بعدش بیماری مرس را ایجاد کرد و در سال 2019 این همهگیری جهانی و فوت زیاد را داشتیم. به این سبب کوه اول نشان دهنده کرونا ویروس و اون آیدی آخرش نشان دهنده بیماری های سرایوی و سال 2019 است. اگر سوال شما در رابطه با جهش ها یا موتاسیون های نوع کرونا ویروس عامل کووید 19 هست، بدانید که تا حالا چه برای ویروس اولیه و چه برای ویروس هایی که جهش یافته است یگان درمان اختصاصی نداریم. کماکان باید پیشگیری کرد. فرقی که کرده است، ویروس در انگلستان به نام انگلیسی مینامیم یا آفریقای جنوبی یا برزیل پهن شویش بیشتر شده است. به این سبب باید اهالی خیلی محتاط باشند و فریب این ویروس زیرک و باهوش را نخورند. دکتر آرش، یک سوال در ذهن میچرخد. شما که دنبال کوچکترین جزئیات راجع به این بیماری میروید، تحقیقات انجام میدید، پژوهش و تتبع انجام میدید، میخوام از شما بپرسم که همین نوع ویروس های سارس این دسترنج یگان لابراتوریا هست یا اینکه یک ویروس ارگانیکی است؟ تا امروز هیچ فکت یا هیچ دلیل علمی که نشان بدهد این ویروس توسط بشر درست شده است یا موتاسیون کرده است نداریم. این ویروس ارگانیکی است. این ویروس ارگانیکی است. طبیعت ویروس ها این است که مانند یک نقاشی است که میخواهید شما آن را کپیه بکنید با دست. اگر 50 تا کپی از یک نقاشی اوریجینال بکنید یا اصلی، احتمال دارد خطاگی داشته باشید. اگر 50
میلیون بار آن را کپی با دست بکنید خطاگیتان بیشتر می شود. این همان جهش است و این جهش باعث می شود که ویروس ها یا بعضی وقتا خطرناکتر بشوند یا بعضی وقتا ملایم ضعیفتر بشوند. یک سوال دیگر، پنیومانیا رو چطور از کرونا ویروس فرق میکنند؟ ببینید، کووید 19 یک بیماری است که سبب التهاب شش می شود. پنومونیا یعنی التهاب های شش. التهاب های شش سبب های مختلفی دارند. می تواند ویروس ها باشد که یکیش کووید 19 است، یکیش ویروس زکام یا آنفلانزا است، می تواند باکتری ها، میکروب ها باشد. پس پنومونی یک صحبت، یک نشانه عمومی است برای همه التهاب های شش. алишер навишта аст, савол ирсол доштааст. дар саволаш алишер аз шумо мепурсад ки ковид ба аъсоби одам чӣ таъсир мерасонад ва оё баъди ковид аъсоби одам تخریب میشود، خراب میشود؟ درود علیشر گرامی. ببینید، کووید تأثیر دارد بر عصبها، میتواند باعث کم شدن حافظه بشود در بعضی افراد، منتها زیاد نیستند. کمی از افراد میتواند سبب بیخوابی شود، سبب برآشفتگی شود، سبب تشویش شود. اینها آرزه‌هایی است که بعد از کووید میمانند و به آهستگی خوب خواهند شد، ولی زمان میبرد. آن شخص باید اینها را تحمل کند. یکی از آرزوهای مهم بیحالی و بیمداری است. عزیزانی که صدای ما را میشنوند بدانند برای بیحالی و بیمداری بعد از کووید یگان طبابت دارویی نخورند. همین میوه ها و سبزوات تازه‌ای که به ارگانیکی که به سمت بهار میرویم، به سوی بهار میرویم، طبیعت به ما میدهد این سبزوات ها را، میوه های تازه را، همین ها را میل بفرمایید. از میان این غذاها چی رو بیشتر توصیه میدید برای مصنوعیت رو تقویت بخشیدن؟ میوه ها مهمترین هستند. یک زنگ تلفنی است، معذرت میخوام از شما. الو، سلام علیکم، خود رو معرفی کنید، سوالاتون رو پیشکش سازید. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. جهان هستم. سلام آقای آرش، حالتون خوبه؟ شما بسیار خوبم. من میخواستم سوال کنم که کووید 19 از این کووید های نو چی فرقیت دارد؟ سپاسگزارم از سوالتان. ببینید، از سال پیش که ویروس کووید آمده است، جهش‌ها یا تغییرات زیادی کرده است. این تغییرات بیشتر از 800 مراتبه بوده است. لیکن از یکی دو ماه گذشته یکم بار در دانمارک، بعد در انگلستان، بعد در آفریقای جنوبی و برزیل چند گزارش کردند که نوع‌های جدیدی که از همان اولیه کوویدی که کرونا ویروس عاملش بوده است پیدا شده است. خوشبختانه خبر خوب این است که فوت و یا تشدید بیماری را زیاد نکرده است، ولی متاسفانه پهنشوی تیزتر شده است. به چه مانند؟ اگر فرض کنیم که کووید اولیه یک چنگک داشت که بچسبد به حجیره، حالا 3 چنگک دارد و میچسبد به حجیره و تیزتر وارد حجیره. شما گفتید که تشدید اولی رو با وجود نآورد، اما ما شدت رو حس کردیم در مسئله رسانه‌ای شدن شکل بریتانیای کووید 19 که رسانه‌ها دست و پنجه نرم کردند. به خاطر پهنشوی تیزترش است، نه به خاطر اینکه بیماری شدیدتر می شود. ببینید، وقتی که ما میگیم بیماری یعنی شکل بریتانیاش خوفناکتر از چگونه است؟ هیچ خوفی ندارد. باید مردم این را بدانند که ما باید وقتی خوف میکنیم که دشمنمان را نمیشناسیم، ولی این خوف نکردن دلیل نمی شود که احتیاط نکنیم. دشمن شناخته شده است، راه پیشگیری شناخته شده است، پس مردم بدون خوف باید پیشگیری را رعایت کنند. ولی اگر ساده بگیرن، به خاطر اینکه کووید های نوعی که در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی هستند تیزتر پهن می شوند. مثال بخوام ساده کنم، در کووید گذشته، سال گذشته، اگر برای بیمار شدن 2500 ویروس وارد بدن می شد در 40 مینوت، حالا با 500 عدد بیماری ایجاد می کنند. پس پهنشوی تیزتر شده است. مثلا در یک اتوبوس یا مشروطه اگر می شستند نیاز بود 30 مینوت بیماری انتقال کنند، حالا 5 مینوت می کنند. به این خاطر خوف نیست، این احتیاط بیشتر را میخواهد. ولی همونطوری که گفتم خوشبختانه در فوت زیادتر نشده. فوت همون 1 تا 0 است. باز یک پیام دیگر اومد توسط وایبر از جانب یک شنونده ما، می-نویسند: در دوام 1 ماه سلفه خشک داشتم، اکنون در دوام 10 روز گلوم سخت درد میکند. سلفه خشک با بلغم تبدیل یافت.
شما میدونید که بلغم چی است؟ بله. بلغم تبدیل یافت. تب بلند تا 38 درجه دارم، قوت نیست، به حال و به مدارم. دکتر چی توصیه میدید؟ این کرونا ویروس است یا نه نوشته است؟ دوستان عزیز باید این را نگاه کنند که کرونا ویروس علاوه شد، اضافه شد بر بیماری های ویروسی که پنومونیا یا بیماری های ویروسی که شش را گرفتار میکرد. پس نمیتوانیم هر کسی که سرفه کرد یا بدن درد داشت، بیهاری داشت بگیم 100% کووید است. هم میتواند کووید باشد، هم میتواند تشخیص این رو ثابت میکنه. تشخیص باید کرد، ولی به خاطر همین شما باید چه کار کنید؟ نه وابسته به اینکه اون کووید هست یا نه، باید خودتان را از دیگران جدا کنید، سعی کنید نقاب بزنید در اتاق یا خانه‌ای که هستید، چه حولی است چه کوارتیر است، حتی در صورت معلوم نشدنی. بله، برای اینکه همان زکام‌های فصلی هم خودشان خطرناکن. ما میدانیم که زکام‌ها، آنفولانزاها در ایالات متحده آمریکا میتواند سالی 17,000 فوت بدهد. پس ما به خاطر همه بیماری‌های نفس باید پیشگیری کنیم از انتقال ویروس‌ها. یک زنگ تلفنی از قبول میکنیم. الو، سلام علیکم، خود را معرفی کنید. سلام علیکم اقا، نازم شدین. و علیکم بر سلام، مرحبا. چی گفتن میخواستید؟ ما سکین همین شهر میباشم، نوع ما خوشنود. خوشنود جان، خوش آمدید. همین دکتر آرش ویدوز ما همین شما را باید تونگوش کردیستم. یک سوال داشتم تو همین کودک مایده سن 3 ساله همین کسل کووید شده میتونه یا که نه؟ تشکر برای سوال. مرحمت. کودک خردسال 3 ساله با این بیماری گرفتار می شود یا نه؟ خوشنود گرامی، سپاسگزارم از سوال بسیار مهمی که مطرح کردید. از تولد تا آخرین روزی که فرد میتواند زنده باشد میتواند به کووید گرفتار شود. در کودکان زیر 2 سال و شخصان بالای 65 سال این خطر شدید شدن و آرزوهای بیماری بیشتر است. الو، باز یک نفر دیگر در خط الو. الو، بفرمایید. علیکم. و علیکم بر سلام، مرحمت. معرفی کنید خود را، سوالات را پیشکش توزید. میمونی شما را خوش آمدید نگم آقای اورش رو که طرق رسانه ها تعلقه رو از بین مردم ما و تاجیکستان بردن. من مینداری خودم بیان میکنم و میخوام گویم که از نگاه اورش وطن ما در این وضع چگونه است کمک معلومات میدادم. زنده باشید. تشکر. وضعیت تاجیکستان چگونه است؟ سپاسگزارم. هم به شما مردم، هم به رسانه‌های عامه و هم به سیاستگزاران حکومت و وزارت تندرستی تبریک میگم به خاطر اینکه چند هفته از شما بیمار نو نداشتید. ولی همینجا من باید این نکته مهم را بگم. نداشتید گفتید، یعنی نداشتید، یعنی الان چی؟ الان هم ندارید. یعنی از آن زمان نداشته اید، از آخر دکبر سال گذشته تا امروز نداشته اید، لیکن این نشان از نبودن ویروس نیست. در تمام دنیا ویروس وجود دارد. پس این یک تبریک است که بیمار چرا دکتر شما دروغ میگویید؟ از چه لحاظ شما به من میگید دروغ میگم؟ برای اون که الان یکی از کارمندان من نشانه نتیجه رنگین رو به شما پیشکش کرد و شما گفتید که تو 80% مطمئنید که کووید هست، اما حالا میگوید که کووید نیست، ندارید. ببینید، تشخیص ها گمان بری فرق دارد با تشخیص قطعی. خب در طبابت ما باید وقتی که میگوییم یک بیماری دارد باید 100% تشخیص کنیم. گمان بری یک چیز دیگه است. در تمام دنیا اگر نگاه کنید، در بالاترین مراکزی که من در کالیفرنیا هستم، اگر 100% ما نفهمیم تشخیص را نمیتوانیم قاطعانه بگوییم. گمان بری را میکنیم. یعنی چند قبل همکاری من اکسیدنت کیندر را به شما نشان داد. شما گفتید که یعنی غالب است با اندیشه گمانبری غالب است با ویروس گرفته شده. حالا یک طبیب وقتی که گمانبری میکند باید اول تشخیص را قطعی کند. به این سبب وقتی که من توموگرافی را دیدم توصیه کردم حتما تست کووید انجام شود. تست کووید که انجام شد 2 راه دارد، چون ما میدانیم وقتی که آرزوها را در توموگرافی میگیریم میتواند آرزوهای دیگه هم مشابه کووید باشد. پس من این را اصلاح کنم، این دروغ نیست، این گمانبری است. گمانبری است. خیلی خوب دکتر، ما از یاد بردیم نفری رو که گفت به حالم مریضم، از یاد بردیم. شما با اون نفر چی توصیه میدید؟ چگونه داروها رو قبول کند؟ و اینجا با سوال آمده است که برخی از دکتران هر گونه داروها رو توصیه میدن، از اون جمله آنتی بیوتیک ها رو. آنتی بیوتیک قبول کردن در وقتی گرفتاری با بیماری کرونا ویروس مفید است یا نه؟ در این باره شنوندگان گرامی توجه داشته باشن. هم اون دوست عزیزی که سوال کرد و همه کسانی که دارن صدای ما رو میشنون،
بیماری های ویروسی تنفسی مانند کووید یا زکام ها درمان های آنتیبیوتیک ثمرناک نیست. پس بی خودی کسی که گمان بر شد نرود آنتیبیوتیک بخورد. در کودکان هم بیماری های فصلی زکام ها را میخورند، عطسه میزند، از بینیش آب میآید، تب میکنند. اینها طبابتش آنتیبیوتیک نیست. لطفاً توجه داشته باشید. اگر تب بالا میرود ضد تب. چه کار کند این افراد؟ آب مایعات بخورند، آب بنوشند، ویتامین ها را از میوه ها بگیرند. اگر میوه نیست یا فصلی است که میوه نیست، آن موقع میتوانند داروهایی که ویتامین هستند استفاده کنند. پس خواهش من این است از مصرف آنتیبیوتیک بدون اجازت دکتر پرهیز کنید، نکنید. این آنتیبیوتیک ها چرا مشکل ایجاد میکنند؟ در بدن انسان ما میکروب های با فایده هم داریم. همه میکروب ها بد نیستند. بدن میکروب های با فایده باعث میشود که همین خوراکی که میخوریم تجزیه بشود و جذب بدن بشود. وقتی که آنتیبیوتیک مصرف میشود میکروب های با فایده هم از بین میروند. یک زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم، خود را معرفی کنید، سوال رو پیشکش سازید. سلام علیکم اکرم جون. و علیکم بر سلام. درود با دکتر اورش. درود بر شما. سوال دارم با همین دکتر که بفرمایید. نفسگیری میشه و کدوم سو بشه و چی توصیه میکنم؟ آها، تشکر بر شما. یعنی در حالت نفسگیری چی باید کرد و شما چی توصیه میدید؟ منظور تنگی نفس. تنگی نفس. ببینید تنگی نفس سبب‌های زیادی دارد. تنگی نفس میتواند در افراد به خاطر تنگ شدن راه‌های هواکشی باشد، میتواند به خاطر التهاب‌هایی که سببش ویروس‌ها و میکروب‌ها هستند باشد. پس تنگی نفس را اول باید تشخیص کنیم که علت یعنی عامل سبب آن تنگی نفس چیست. اگر تنگی نفس به خاطر تنگ شدن راه‌های نفس کشی باشد، داروهایی هست که راه‌ها را باز می‌کند و نفس تنگی را از بین می‌رود. یکی از بیماری‌هایی که ما داریم همین آسم است، آلرژی‌هایی که در افراد هست. ولی بیماری‌های سرایویش باید تشخیص بشود. اگر تشخیص میکروبی بود باید آنتیبیوتیک‌ها مصرف شود. به هر صورت تنگی نفس خیلی خطرآور است، خطرناک است. با دکتر باید بروند. باید به دکتر بروند. من خواهشی که دارم دوستان و شنوندگان عزیز، حتما به طبیبان عائلویتان اطمینان کنید، بروید از آنها کمک بگیرید. اینجا باز یک نفر دیگر از شنونده های ما، امید از مسکو، با شما سوال فرستاده است. سلام عرض میکنم با دکتر اورش، خوش آمدید با کشور تاجیکستان. سوال این است که واکسینه برای جلوگیری از کووید 19 در آینده آیا ضرر نمیرساند؟ من 46 ساله ام. خیلی سپاسگزارم از این سوالی که کردید. تمام اهالی امید جان باید بدانند که واکسن ها ثمرناکند. نه فقط واکسن کووید 19، همه واکسن ها. متاسفانه و خوشبختانه یک موضوعی که هست، رسانه های اخبار عامه از وبسایت ها و اینستاگرام، در یوتیوب، ما اخبارهای اشتباه، اخبارهای غیر علمی هم داریم. تمام مراکز بین المللی که تایید کردن از لحاظ علمی 6 تا واکسنی که در حال حاضر برای کووید هست، هیچ کدامش عارضه فوت نداشته است. آیا واکسن ها عارضه دارند؟ عارضه هاش در همین دردی بوده است که زدن در بعضی افراد. مثلا به عنوان نمونه، من پدرم و مادرم که واکسن زدن، مادرم درد داشت در دستش ولی پدرم نداشت. در بیمارهای ما هم همین است. بعضی ها می تواند در جایی که واکسن زده می شود درد ایجاد کند، در بعضی ها می تواند یک کمی حساسیت ایجاد کند. کسانی که حساسیت یا آلرژی دارند بهتر این است که تحت مراقبت واکسن بزنند. باقی اهالی هیچ تشویش نداشته باشند، هر وقت واکسن دسترس شد بزنند. ولی صحبت این است در تمام دنیا واکسن کم است. چه کسانی گروه اول هستند؟ شخصانی که خدمات رسان ساحه تندرستی هستند و افرادی که بالای 65 سال با بیماری های کرونیکی. واکسینه با کدام نوع آدمان، یعنی آدمان با آریزه ها با مریضی های گوناگون مثلا در کشورهای خود زندگانی میکنند، واکسینه با کدام از این گونه آدم ها توصیه داده نمی شود؟ به همه توصیه داده می شود مگر شخصانی که آلرژی یا حساسیت داشتند. آها، فقط آلرژی. فقط نفرانی که آلرژی دارند باید واکسینه نکنند. نباید، نه اینکه نباید، باید تحت نظر باشند.
تحت نظر، یعنی همه کسانی که واکسن میزنن، چون ما بعضی وقتا نمیدونیم کی آلرژی دارد یا ندارد، 30 دقیقه بعد از واکسن تحت نظرن. آنهایی که از پیش آلرژی داشته باشن باید افراد تحت نظر بیشتری بمانن که واکنش آلرژی ندارد. برای این است که توصیه ولی میدونید در سرتاسر جهان مردمی عادی، مردمی که از علم طب بلد نیستند، از واکسن میترسند. شما این رو مشاهده نکردید؟ این باور اشتباهه. ببینید مهم این است باور مردم باید درست بشود. باورهای چی باید کرد برای اعتماد مردم رو بیدار کنند؟ مردم باور کنند چی باید کرد؟ مثلا سیاستمدارها، پرزیدنت های کشورها، مثلا نفرانی که در مقام های بلند هستند و آنها میتوانند اعتماد مردم رو با واکسیناسیا بیدار کنند. یعنی خودشون در پیشروی دستگاه نواربرداری واکسینه کنند با فرزندهای خودشون، با اهل خانواده خودشون، تا مردم به آنها اعتماد پیدا کنند. یکم علم است. ببینید اول مردم باید به علم باور کنند، نگاه کنند ببینند توصیه های علمی چیست. وقتی که توصیه علمی قبول کرد یک واکسن، آنجاست که توصیه علمی دیگر است، زندگی واقعی دیگر است. مثلا شخصانی منصبدار، شخصانی مقامدار نمیتوانند نمونه عبرت بشوند به دیگران. چرا؟ اون بعدش هست. ببینید اول باید علم ثابت کند که یک واکسن بی خطر است و شما واکسن نکردید دکتر؟ من در نوبت بودم، اومدم تاجیکستان. من به این تو هنوز نکردید واکسن؟ نه، ولی میرم به محض اینکه بروم هفته دیگرش انجام میدم. من این رو توضیح بدم. و مرحله واکسن گذرانی خودتون رو شما در نوار ثبت کرده رسانه‌ای میکنید؟ 100%. من این رو توضیح بدم. نقش راهبران، نقش رئیس جمهورها، راهبران کلیدی اجتماعی بسیار مهم است، ولی اول باید علم ثابت کند که این واکسن ثمرناک است، واکسن آرزوهاش کم است. بعد از ریاست جمهورها و باز یک نقطه خیلی مهمی دیگر است، مثلا علم این گپوتز است. در علم نیز میتواند عالم اشتباه کند یا نه؟ چون که تاریخ علم در عموما تاریخ جهانی علم ثابت کرده است که حتی برخی از علم ها اشتباه میکنند. همه چیز قابل تغییر است. فرق علم با ایدئولوژی، فرق علم با مسائل سیاسی این است که علم خودش را بهتر میکند، ولی ایدئولوژی را نمیتوانید شما تغییر بدهید. به این خاطر است که وقتی که مردم به علم اتکا کنند، جایی که علم متوجه بشود خطاگی داشته است، خودش را پیدا می کند و به مردم آشکار می کند. و آنجاست که نقش سیاستمدارها، ریاست جمهوری، افراد کلیدی مهم جامعه این است که بیایند در رسانه ها تاکید کنند به علم و واکسن بزنند. شما می‌بینید شما چرا در تاجیکستان واکسن نمیزنید؟ این باید دسترس بشود به اهالی تاجیکستان. یعنی شما در حالی که خودتون واکسن نزدید با مردم توصیه میدید که واکسن بزنن؟ من خودم هم میزنم. در نوبتم. من در کالیفرنیا 40 میلیون جمعیت دارد، 6 میلیون دسترسی کرده است. من در نوبت بودم، ولی من اگر از واکسن که وابسته به مردم تاجیکستان است بزنم، 1 نفر تاجیک رو محروم کردم. به این سبب که من قطعا میروم آمریکا میزنم و توصیه میکنم به علم مردم اتکا داشته باشین. و اینجا مهم است که در تاجیکستان سیاستمدارها، چه رئیس جمهور چه افراد کلیدی، به علم اتکا کردند و علم را پیش بردند. این خیلی مهم است که سپاس بر شما. در نهایت توصیه، مصلحت و دستور شما به مردم در مسئله پیشگیری کووید و بعد از این برنامه رو به انجام می‌رسونید؟ خیلی مهم است. باز من تبریک میگم، از 31 دیکمبر تا امروز بیمار نو تشخیص نشده است، ولی مردم باید هوشیار باشند که ویروس در دسترس هست. ما به نوروز میرویم، نوروز را باید سلامت بگذرانیم. تا آخر ماه می کماکان باید هوشیار باشیم، نقاب بزنیم، هر جا معرکه هست سعی کنیم فاصله گذاری کنیم. من یک نکته خوب دیدم در تابستان، در اوایل همهگیری کووید که مردم بسیار رعایت میکرد. یک نکته‌ای که الان یکم نگرانم این است که مردم دیگر آن جدیت را برای پیشگیری ندارند. باید هوشیار باشند. اکثری از آدم‌ها ماسک ندارند، اکثر آدم‌ها نقاب نمیزنند. من به خاطر این است که حیف که نمیشود نشان داد، ولی نقاب‌های چکن دستوز، این نقاب‌های خانگی دولای پخته باشد. این نقابی شما توجه من رو بیدار کرد و شنونده‌های عزیز، دکتر امروز آمدند با نقاب، با ماسک چکن، یعنی گلدوزی های چکن در ماسک دکتر به چشم میرسد. خیلی جالب است. شما این رو از کجا گرفتید؟ من درباره این ماسک در آخر میخواستم بپرسم و سوال آخرین من این است که از کجا شما دسترس کردید ماسک گلدوزی چکنی رو؟ ببینید این خیلی مهم است. نقاب های دستدوز اگر از دو لایه پخته باشد که به هم چسبیده باشد، میانش پخته باشد، روش گلدوزی، میتواند پیشگیری کند. این چه مهم است؟ هم از لحاظ سلامتی پیشگیری میکند، هم به خاطر گلدوزی های رنگارنگ به فصل بهار میریم از لحاظ روان کمک، و هم از لحاظ
لحاظ اقتصاد به جای اینکه نقاب‌های یک کرته را از کشورهای دیگر مبلغ برود، این زیبایی میتواند اخم ابروان را بکشاید، هم برای مردم و هم فرهنگ تاجیکستان رو به سایر کشورها برساند که این پیشگیری. شما نگاه کنید در آمریکا، در اروپا هم نقاب‌های دستسوز خانگی استفاده می‌شود، ولی شکلش شکل مدرنیته اونهاست، ولی شکل فرهنگ، نگاه به فرهنگ و همچنین کمک به اقتصاد اهالی میتواند این هم برای سلامتی باشد، هم صادرات تحفه‌ای باشد برای درآمدهای اقتصادی. سپاس خوش آمدید. سپاسگزارم از دعوت شما و خیلی لذت بردم، حلاوت بردم از این مصاحبه. ما هم لذت بردیم و توصیه های شما بسیار سری وقتی مهم و مفید است در این شب و روزی که ما پاندمی رو پشت سر میکنیم. سیاره زمین، مردم سیاره پاندمی رو اثر میگذارونند، مرحله پاندمی رو. با هم سلامتی تمنا میکنم. با برنامه‌های رادیوی آسیا پلیس باشید. ما برای شما و تمنا میکنم که همیشه صحتمند باشید. برنامه‌های زیبا در پیش شما رو انتظار است.